درود بر شما. با اولین سوال ریاضی کنکور تجربی 1404 در خدمتتون هستم. قراره که توی این پلیلیست تمام سوالات کنکور تیر ماه 1404 رو براتون حل کنم. اولین سوال مربوط هست به رادیکال. 3 تا عبارت رادیکالی هست که در همدیگه ضرب شده و از من میخواد که حاصلش رو به دست بیارم و بعد از اینکه به دست آوردم ببینم که چند برابر رادیکال 6 هست. خب هر جا که خواستین میتونید که ویدیو رو استاپ کنید و خودتون فکر کنید، بعد به جوابهای من نگاه کنید، یا اینکه بعد از تموم شدن ویدیو خودتون یه بار دیگه قلم و کاغذ در دست بگیرید و حل کنید. ریاضی رو فقط با نگاه کردن نمیتونید یاد بگیرید، حتما باید دست به قلم بشید و بنویسید. خب کلید حل این سوال چی هست؟ کلید حل این سوال هست که اینه که رادیکال رو به عبارت یا به عدد تواندار تبدیل کنیم. اگر ما آ به توان n در فرجه m داشته باشیم می نویسیم آ به توان n بر m. کلا ما رادیکال رو حذف میکنیم و به عدد تواندار تبدیل میکنیم و اینطوری سوالمون حل میشه. خب اولین رادیکال 2 تا رادیکال تو در تو هست. من داخلی ترین رادیکال رو می نویسم 2 به توان 8/3. بعد رادیکال بعدی که فرجه 4 هست اونم با استفاده از فرمولی که گفتم، با کلیدی که گفتم حذف میکنیم رادیکال رو و توان رو ساده میکنیم، دور به دور نزدیک به نزدیک. حالا میرسیم به دومین عبارت رادیکالی، یعنی 162 با فرجه 4. 162 رو تجزیه میکنم به عاملهای دوم و 2 و 3 یا به صورت شاخه‌ای، هر جور که راحت هستین. خب بعد اینکه تجزیه کردم دوباره چیکار میکنم؟ دوباره رادیکال رو حذف میکنم. در آخر سر میبینیم که به صورت 2 تا عدد تواندار در اومد. آخرین عبارت رادیکالی دوباره 2 تا رادیکال تو در تو داره که با استفاده از کلیدی که گفتیم اونا رو هم حل میکنیم و توانی که به دست میاریم به صورت عبارت کسری هست که مخرج مشترک ازش میگیریم و اگر فرجه رادیکال رو به ما نده یعنی فرجه چه هست؟ 2 هست. پس توان 13/6 رو تقسیم بر 2 میکنیم و این توان کسری رو به صورت دور به دور و نزدیک به نزدیک ساده میکنیم و آخر سر میاد 2 به توان 13/12. خب چی کار کنم؟ حالا میرسم به خود سوال. هر چی که به دست آوردم جایگذاری میکنم. عبارت اول ضرب در دوم ضرب در سوم، این 2 تا رو ضرب میکنم. وقتی که ضرب میکنم خب میبینیم که پایه ها برابر هست. 2 رو مینویسم، توان ها رو با هم جمع میبندم و توان ها رو که جمع میبندیم این دفعه توان به صورت کسری هست، مخرج مشترک میگیریم و ساده میکنیم که میشه 2 به توان 2 ضرب در 3 که اونم میشه 4 ضرب در 3 که همون 12 است. حاصل عبارت 12 هست، ولی از من خواسته که ببینم که چند برابر رادیکال 6 هست. چی کار کنم برای این؟ خود مقداری که به دست آوردم و تقسیم بر رادیکال 6 میکنم تا اون چند برابر بودنش به دست بیاره. اگر عبارت تقسیم بر رادیکال بشه عبارت رادیکالی رو از مخرج یه جورایی باید حذف کنیم. اونم که چجوری حذف میکنیم؟ با ضرب در خودش کردن حذف میشه که میشه 12 رادیکال 6 تقسیم بر 6 که 12 تقسیم بر 6 میشه چی؟ 2. میشه 2 رادیکال 6. حالا چند برابر رادیکال 6 هست؟ 2 رادیکال 6. بچه ها نمی نویسیم 2 برابرها، با گزینه 1 اشتباه نمی گیریم ها. جواب ما 2 رادیکال 6 هست. توی این سوال چندین تا تله گذاشته بود، به خصوص برای مرحله آخر که ممکن بود حواسمون پرت بشه و یه دفعه بگیم که 2 برابر رادیکال 6 هست. نه، جواب ما 2 رادیکال